خودخوری نکن. مواظب خودت باش. این زندگی همینجوریش هم به اندازه کافی خیلی سخته. هر روز یه مشکل، یه نگرانی، یه فشار، یه اتفاق، یه آدمی که یه چیزی میگه و میره ولی حرفش میمونه تو سر تو. دیگه تو هم به خودت اضافه نشو. خودخوری خیلی وقتا از یه اتفاق کوچیک شروع میشه ولی ساعتها و روزها تو ذهنت میمونه و ادامه پیدا میکنه. به خودت میگی چرا اینو گفتم، چرا جوابشو ندادم، چرا گذاشتم اینطوری با هم رفتار کنه، کاش اون کارو کرده بودم، کاش اینو گفته بودم. خب قربونت برم، این همون نشخوار فکریه. آخه میدونی اتفاق شاید فقط یه بار افتاده باشه ولی تو با فکر کردنت داری 100 بار دیگه تجربهش میکنی. یه جایی از خودت بپرس این فکری که واسه بار 5 دارم میکنم قراره منو به یه راه حل برسونی یا فقط داره منو عذاب میده؟ اگه اشتباه کردی یاد بگیر. اگه قابل جبرانه جبران کن. اگه کاری از دستت بر نمیاد دیگه خودتو مجازات نکن. از اون طرف واسه آدمای بیرون هم مرز بذار. آخه هر آدم سمی یا یه آدم خودخواه یا بیشور ارزش اینو نداره که یه حرف بزنه و بره بعد خودش راحت بخواب و تو تا صبح حرفشو تو سرت مرور کنی. بعضی آدما رو قرار نیست درست کنی، قرار نیست قانعشون کنی، قرار نیست بفهمونیشون که چقدر بهت آسیب زدن. بعضی وقتا فقط باید فاصله بگیری. اون وقت بهشون بگی من دیگه هزینه رفتار تو رو با اعصاب و آرامش خودم نمیدم. قربونت برم عزیز دلم، این دنیا خودش به اندازه کافی به تو سخت میگیره. تو دیگه با خودت سخت نگیر. هر چیزی رو 1000 بار تو ذهنت نجو. مرز داشته باش. بعضی وقتا بهتره رها کنی، ولش کنی بره. بیشتر از همه هوای خودتو داشته باش، چون تو هم یکی از آدمایی هستی که باید مراقبشون باشی.